خب خب او یگان گپ نیست. او برادر انسان خوب است، محمد اقبال انسان خوب است، اما حکومتی ها حاضر حکومتی ها کی میترسن؟ محمد اقبال و محمد تقوی سخت میترسن آنها، فهمیدید؟ این است که محمد اقبال محمد تقایب که است، اینا دو فرد اینا تنها نیستن. خب برادران مجاهد و برادران خدادوست از افغانستان داره که در کنار اونا تا یک قطره خونی که داره ایستاده هستن از اونها دفاع میکنن. این مهم نیست که شما تاجیک هستین ما افغانستان هستیم، هم اگه ما شما بنده الله هستیم از حق حقوق برادر به نام اسلام که شما دفاع بکنین، ما هم ان شاء الله در کلمه شریک هستیم، از شما دفاع میکنیم، در کنار شما ایستاده هستیم. انشالله انشالله پیروزی نصیبی ما گردد، حتما شما با وطن برمیگردیتان. این مغول و ملغیتور تمام جای زخص کرده گرفتن، هر یکتش 100 گکتاری زمین دارد و 100 گکتار 100 تا 500 تا 600 تا توجیک به زیادی از زمین ها. اینا یک نفرش همه که زمین های غصب کرده گرفتگیان. اینا نه انصاف دارن، نه اینا انسان هستن، اینا از رمکه انسانی تماما دور شده هستن، فقط فکری نفسی حرامی خودشانو میکنن. من برادرای میگم که تنها راه نجات مردم تاجیک با زوری سلاح اینا یک بره میکنیم. آشکار ما اون چیز روس نکردیم، ما آدم کش نیستیم، ما قاتل نیستیم. اینها به خون آمدن به خون میروند. ما باوری داریم که تاجیکای افغانستان حقانی آنها دین ما رو پاس میدارن، خدا خواهد دستگیری میکنن ملتی ما این با باوری ما کلان است. اول از الله انشالله پاک باور انشالله داریم، بعد این برادرایی که در حقیقت دلشون میسوزد مردم تاجیک با از ازبکستان برآمدن انشالله پشتیبانی کردن، از افغانستان برآمدن تاجیکا برای تاجیکای تاجیکستان رحم کردن، دلشان سوخت. فهمیدید؟ فقط تاجیکای تاجیکستان خاموش هستن، نمیدونم برای چی باشه. برادر عزیز، تاجیکای تاجیکستان فقط میگن ما کار میریم سومرایی میکنیم، یا وقت میبینی که این تجاوزگرا آبروی مادر و خواهرای رسوندن، از سر مادر و خواهرشان سطر گرفتن، ریش برادرای تراشیدن. انا بخیل همه پراکنده کردگیم، باید ما سرجم شویم. انشالله ما نه تنها حالا ما از زمان سید عبدالله نوری ثابت کردیم که سید عبدالله نوری به افغانستان همراه 4000 مجاهد پناه آورده بود، در کنار اونا ایستاد شدیم و پیش در اومد اونها را راهنمایی کردیم، برشون نان دادیم، غذا دادیم، دفاع کردیم از نگاه مالی و جانی بود. ما پس این همو کسا هستیم، اولادای این همو بزرگا هستن که اونا نیست، پس ما زنده ایم اینجا در کنار برادرای تاجیک خود به خاطر در اهتزاز در آوردن پرچم اسلام نه تنها افغانستان در کل جهان هستیم و خصوصا در تاجیکستان. و این ویدیوهایی که نگاه میکنیم در تاجیکستان، یک کس از اثر دود انگشت مثلا به هلاکت میرسه، یک کس مثلا از بی‌برقی شکایت میکنه، یک کس در مزای مثلا رسیا کشته میشه و هیچ کس بازخواست نمیکنه. و دوایر حکومتی که هست و سیاسیون به خاطر منفعت شخصی خودشون فعالیت میکنن، مردمان تاجیک را خصوصا خواهران را نمیبونه ایجاب بکنن، از سن 18 با بالا نمیبونن نماز بخونه، ریشه از اونا را به صورت جبری و اونا را ریشه اونا تراش میکنه. دیگه از همه گناه بزرگتر، گناه کبیرتر مسجد جو کردن من کرده است. پس به همین اساس درد شما درد ماست. ما ان شاء الله تعالی پیغمبر ملت در دنیا این دین برای ما شما به امانت گذاشت، نه تنها تاجیکستان افغانستان بلکه همه ما شما در شریک هستیم. ان شاء الله در کنار شما برادران مجاهد ایستاده هستیم، تا یک قطره خون داریم دفاع میکنیم و ان شاء الله تعالی فردا هم که کشته هم شویم در پیش پروردگار سرمون بالا باشه، باید پس نباشه. انشالله انشالله. من شما باید سوال دارم برادر، همین سوال من جواب دید. فرمایید. همین حکومت حاضر نو آمد 4 سال شد، طالبان به سر قدرت آمدن کو همانها یعنی اسلام جاری کردن در افغانستان، درست؟ بله. آنها خبر دارن همین ظلم سیستم رحمانوف با آخی خواهر و مادر تاجیکای هم خواهر و مادر طالبان هستن. آخی ما هم الحمدلله مسلمانیم. همون طالبا با من مراجعت میکنم که حداقل برای ما یراق و اسلحه و چیز ندهند، ما اجازت دهند که ما در افغانستان سرجم شویم، این توده اوباش روانیم. به خاطر الله اول ما کمک کنن، به خاطر خواهر و مادرای تاجیکستانی هاشون. ما میدونیم که انشالله آنها دین مستحکم داشتگیند،
توجیکستان بله ما همه رقاصه کردن، مجبور مادر و خواهرای میبرن، هزارها مادر و خواهر توجیک پدر و مادرش و برادرش و شوهرش در مهاجرت آنها مجبور میکنن در گردشون رقص و بازی میکنن، الکشای شرابنوش عرقخور. من باوری دارم که طالبا این کارهای جنایت اینا به خبر دارن. انشالله از طریق صفحات اجتماعی نگاه میکنن، اینا هم تشنه جهاد هستن، اینا افغانستان بسیار به اینا در جهاد بزرگ شدگیستن به خاطر در اهتزاز در آوردن پرچم اسلام در افغانستان. اینا خیلی ها شهید دادن و تاجیکستان هم که هست، تاجیکستان است و این هم یک از خاک اسلام است به خاطر بلند کردن پرچم اسلام نه تنها در افغانستان ولی افغانستان که فتح شد. انشالله تعالی نوبت تاجیکستان و پاکستان هم قریب است. انشالله خاموش نمیشینن در کنار شما، چه از طریق جانی باشه مالی باشه، صرف به خاطر رضای الله و پیشبرد دین اسلام انشالله آماده هستند. انشالله چرا انشالله ما امید داریم که اینها این رحمان رو قبول ندارن. ما باوری داریم برای اینکه رحمان رو بر ضد دین ما برآمد، بر ضد پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلام، بر ضد بنده های اللهی که آزاد روزه نماز میکردن و روزه میداشتن و نماز میخواندن و مسجد میرفتن، اینها من کرد میگه روزه نگیرین، میگوید همیده آشکار میگوید روزه نگیرین میگوید. دشمن تاجیکستان نیستیم، همه مردم تاجیکستان بالای نور چشم ما، بالای چشم ما جای دارد. دل ما به خواهران تاجیکستان ما میسوزد، خصوصا به نظامیان، چون دل ما میسوزد که در مرزها مستقر هستند، از خاک دفاع میکنن، نظامیا و نظامی خوبی هستند، ولی متاسفانه در رأس دولت این کسایی هستند که باعث برنامه اسلام میشن، مسلمانان میشوند. اینا زیر اثر مثلا روس هستند، به شکل یک عروسی پوتین خود را قرار داده، یک قراردادی است مانند اشرف غنی، یک قراردادی است، یک پروژه است تمام میشه، ولی مردم تاجیکستان بدبخت کردن و ما به همین اساس خودمان تاجیک هستیم. در زمان روس آواره شده به افغانستان پناه آوردیم، اما درک احساسی که از تاجیک بودن و از مسلمان بودن خود داریم در دل ما هست و همچنین ایدئال را نگاه میکنیم، ما واقعا غیر قابل تحمل است. ان شاء الله تعالی ما وعده میتیم که ایستاد هستیم و برادرای مجاهد ما خصوصا طالبان، اینا به خاطر طالب نشدن که بقا و منصب بگیرن، چوکی بگیرن. اینا برادرانی هستند که اینا قدم در جای قدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگذارن و در اهتزاز در آمدن پرچم اسلام در تاجیکستان ان شاء الله ما همکاری میکنیم. در همون شکلی که ما ثابت کرده هستیم، ما این بناوی کار تقریبا 25 سال پیش شاید خودتون به یاد داشته باشین یا 20 سال قبل سید عبدالله نوری به افغانستان همراه 4000 نفر پناه آورده بود، کم هم نبود. نهضت اسلامی این او را ما کمک کردیم، چیز کردیم، حالا ما همون کس هستیم، هیچ وقت ما از رامان پس کشتگی نیستیم. ان شاء الله جهاد تا قیامت ادامه داره. انشالله ما امید داریم که این توده اوباش دین ما رو میخوان از بین برن، نیکی نمیتوانند. مقابل الله برآمدن این کار اشتباه است، فهمیدید؟ خود تمام مردم تاجیک قتل کند و یعنی بیراه کند و از دین ما رو نعوذ بالله اگر دور کند، وای به مقصدش نمیرسد. الله نمیخواد این کار، فهمیدید؟ بله بله. ما امید داریم که روزی شکست این ظالما، این بدبختا، این ناتاجیکای تاجیک کش خیلی نزدیک است. اینا فقط در طول 35 سال فقط قتل تاجیک، قتل عام تاجیک چی کردن؟ ادامه دادن، فهمیدید؟ با پیش اینا فقط تاجیک کشی، فقط بیبرقی، فقط بیکاری، فقط ملتشان تجاوز کردن و غارت کردن و یعنی آنها رو گناهگار کردن که شما تروریست و اکستریمیست گفته، به گناه مردم برده پس پنجره کردن، دیگر یگان بهبودی نکردن این ظالمو برای ما. چرا یک شعر است میگه چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد، اگر سوز از شب دیگر نمیسوزد. این شعر کدام شعری چیزی نیست، ساده ای نیست که در شعر معلوم بشه که نو موقتی هستن به خاطر منفعت شخصی خودشون کار میکنن و مردم تاجیکستان هم حالا فهمیدن که به خاطر منفعت ما کی کار میکنه کی کار نمیکنه. فردا همین شکلی که خاموش باشه برادران خواهران تاجیک ما در پیش الله اینا جوابگو هستن، به خاطر که بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت سلمان فارس دومین زبان اسلام زبان فارسی است که تاجیک است. زمانی که از طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم خط به خاطر اسلام آوردن به پادشاه خراسان آمد، این تاجیک به معنای تاجدار از این معلوم میشه که همون خط پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای خواند در سرش تاج کرد، در حالی که پیغمبر را ندیده بود، پس نادیده ایمان آوردن. پس ما اینمو وارث پیغمبر، اینمو وارثای اینمو کسایی هستند که خط پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبول کردن.
کسی که از راهش میگذره از این راه دفاع نمیکنه، از اسلام دفاع نمیکنه، اون مسلمان نیست، بلکه اینمو با هر کسی که دوست داشت امروز از اون حشر میشه. و اولا او که رحمانوف بله بله هستم. بار دیگر تکرار کنید آوازتان بزیب اومد. میگم این خیلی وقت است که نمیتونه همین نوراش کسی که چی خیلی مرده خیلی آخه گوش کنید برادر عزیز، آدمی زنده هم باشد و زنده از مرده بدتر به کی لازم؟ شما در یک سال 2025 1600 تا تابوت تاجیک را از روسیه به وطن روان کردن. آدمی زنده همیشه رفتار میکنه مردمش بر نه همدردی کرد، نه تسلیت کرد، نه مراجعت کرد روسیه با که این چی احوال است. فهمیدید کدام دولت شما بله شنید در کدام دولت 1600 هموطنش مرد است؟ شما خبر دارید؟ بله بله البته تاجیکستان به غیر از دیگه همه دولت ها صاحب دارند. حتی افغانستان که 4 سال شد برای مردمشان خدمت کردن، نمیخواهند که یک افغان در پاش خار خلد. باز میخواهند که با روسیه یعنی گپ زنان شرطنامه 100 فایزه کنند که افغان ها اونجا رو مثال مهاجرت یعنی قدر و قیمت داشته باشند، نه اینکه به صاحب رفته رنگ تاجیکا کشته شوند و پرتافته شوند مصر و هر کجا با پرتاف گوبا. ما هم نظارت داریم تمام رفتار و کردار برادرای طالبان را بهترین خدمت کردن برای مردم افغانستان. بله 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 حتی ما تقریبا حکومت داشتیم، من شما واری 20 سال در می حکومت به خاطر منفعت شخصی خودشون خانه جو کردن، پلو را گرفتن، دزدیدن، فرار کردن. حالا در 4 سال به افغانستان اصلا که اگر شما از نزدیک هم نبین از طریق صفحات اجتماعی نگاه بکنین، در 4 سال افغانستان به اندازه پیشرفت کرده است که به اندازه پیشرفت کرده است که ماشاءالله پیشرفت کرده. اگر 4 سال دیگه تا 10 سال 20 سال دیگه اگر حکومت دوام بکنه افغانستان ان شاء الله کم از پاریس نمیشه. ان شاء الله ما راضی هستیم. افغانستان خیلی در حالت ترقی و پیشرفت است. جوانای ما در حالت تحصیل است، در حالت امن امنیت هستیم. نفر امروز 1,000,000 دلار که در برش باشد تمام افغانستان را چکر بزنه، کسی کارش نداره. در اون زمان حکومت قبلی اگر 100 افغانی که فکر کنن که 100 افغانی یعنی 2 دلار میشه، 2 دلار یا 1 دلار میشه، تا بازار رفتن نمیتونی از ترسه. حالا ما شکر در امن امنیت هستیم. تو از این امید داریم که بیشتر در برای ما را خدا توفیق بده که خب شو همیشه کلمت داریم که تاجیکستان هم قسم امن امنیت باشه. انشالله ما امید داریم. انشالله باز در تماس هستیم در امان الله. ما امید داریم که وام میخوریم، نان و نمک همدیگر رو میخوریم. حتما این روزا نزدیک است انشالله. انشالله یگان گپ نیست که ما هم انشالله امید داریم که جا خانه ما نیست، تنها خانه است که از همگی ما شما مشترک است. انشالله همه ما شما برادر هستیم، در کلمه شریک هستیم. انشالله تعالی یگان گپ نیست. انشالله پدر و مادرتون سلام گوید. انشالله امید داریم که با دیدار همدیگر الله بزرگ ما رو میرساند. السلام علیکم.